سلام بچه های عزیز، یه شب دیگه با قصه های مانیسا در خدمت شما هستیم. این قسمت عینک جادویی مانیسا. در یک صبح آفتابی و دلپذیر دختری به نام مانیسا در یک شهر کوچک و سرسبز زندگی میکرد. مانیسا دختری مظلوم و خوشخنده است، با موهای بلند که همیشه در باد به رقص در میاد. مانیسا یه عینک رنگارنگ و جادویی داشت که صورت زیباش رو زینت میبخشید. این عینک نه تنها بر روی بینیش جا خوش کرده بود، بلکه دنیای اطرافش رو به یه مکان جادویی تبدیل میکرد. هر روز که مانیسا از خواب بیدار میشد، اولین کارش این بود که عینکش رو برداره و به دقت به چشمش بزنه. او با این کار حس میکرد که گویی از دیوار واقعیت ها عبور میکنه و وارد دنیای جدیدی میشه. وقتی مانیسا عینکش رو به چشمش میزد، ناگهان صدای دلنشینی از اون به گوشش میرسید. سلام مانیسا، من عینک جادویی تو هستم. امروز روز ماجراجویی های جدیده. مانیسا با شوق میگفت واقعاً چه ماجراجویی هایی داریم؟ عینک با صدای شادابش پاسخ داد امروز ما به دنیای پرندگان میریم. دنیایی پر از رنگ، آواز و دوستی. مانیسا با دل مشغولی و شوقی وصف ناپذیر به عینک جادوییش نگاه کرد و گفت بسیار خوب، بیاید پرواز کنیم. به محض اینکه کلمات رو گفت، نسیمی ملایم اطرافش رو در بر گرفت و دنیای جدیدی در برابرش قرار گرفت. مانیسا در جنگل‌های بزرگ پر از درختان سرسبز و گل‌های دلنشین و رنگارنگ وزید. پرندگان رنگارنگ با آواز دلنشینشون تمام فضا رو پر کرده بودند و مانیسا به شگفتی به اونها نگاه میکرد. ناگهان پرنده زیبا با پرهای سرخ آبی به اون نزدیک شد. پرنده با صدای نرمش گفت سلام مانیسا، من توتی هستم، بیا با هم پرواز کنیم. و اینگونه مانیسا با توتی پرنده پران شد. او در آسمان آبی و وسیع پرواز میکرد و احساس آزادی میکرد. مانیسا یاد میگرفت که پرندگان به اون درسهای زیادی از دوستی، شجاعت و شادمانی میدهند. خلاصه بعد از یک روز پر از ماجراجویی با پرندگان، مانیسا به خونش برگشت و با دل شادابی که از دوستان جدیدش به دست آورده بود خوابش برد. او مطمئن بود که عینکش همیشه او را به دنیای شگفت‌انگیز و عاشقانه تری خواهد برد. بچه‌ها، این قصه کوتاه تقدیم شما. شبتون بخیر. منتظر قصه های زیبا از مانیسا باشید. دوستتون دارم.